سلام به همه کریپتو بازهای عزیز. امروز اومدم یک وبسایت خیلی خیلی عالی رو بهتون معرفی کنم که کالکشن های NFT تاپ ترند فارکستر، پروژه ها و ارزهای ترند فارکستر، تعداد فالوور هاشون، هولدرز هاشون و والیوم، پرایس، لیکویدیتی و خیلی چیزهای دیگر رو بهتون ارائه میده. حالا این وبسایت forecaster.in هستش که حالا من ولتمو کانکت هم کردم، چیزی ساین نکردم، فقط ولتمو کانکت کردم. شما اگه دوست داشتید میتونید کانکت کنید. چرا؟ چون بهتون چیزایی که کلیم نکردین رو هم میگه، یعنی ایردراپ هایی که کلیم نکردین. خب تو این قسمت کالکشن های جدید رو دارید میبینید، کالکشن های مثل کست اویز که جدیدن، کالکشن هایی و مثل آنچین گایاس که کالکشن معروفی مال کانال آنچین که مربوط به اون چنل OGS میشه که توی ویدیوهای دیگه براتون گفتم یه دایره آبی هر روز بذارید، براش تا پوینت جمع کنید و تو کانال آنچین هم فعال باشید. و اون تلگرامی که داریم روش کلیک میکنیم هم یه جورایی مربوطه به همین، تا جایی که خاطرم، اگر تلگرام رو اشتباه نکنم. ولی اون کانال دایره آبی قطعا با اون مربوطه. ویدیومون رو طولانی نمی‌کنیم، بریم ببینیم این وبسایت چیا دیگه به ما ارائه میده. خب بریم روی مثلا این بلو نیست، این بیلیو بیلد. بریم روی بیلد، بریم ببینیم این بیلد که جدید هم اومده نوشته نیو چی هستش. میخوام چیز جالبی بهتون بگم. اینجا خوبیش اینه که چنلش رو توی فارکستر براتون لینک میکنه، خب، و کانترکتش رو اینجا براتون زده، میتونید کپی کنید، بزنید کپی میشه. و یه چیز عالی که میشه از این استفاده کرد اینه که شما وقتی یه ارز جدید میاد و چنلش رو راحت پیدا میکنید و اطلاعاتش رو راحت میتونید پیدا کنید، میتونید یک سود جزئی ازش بگیرید و برید بیرون. یه سود یه چند درصدی ازش بگیرید بیرون، گرچه اصلا جزئی نیست. این بیلد چند روز پیش روی 4 بود، الان 9 200% رو داده، یعنی 100% رو داده. همینجور که میبینی اصلا نوشته 7 روز پیش 93% سود داده. و خب 7 روز پیش اینجا معرفی شده بود. ویدیو رو طولانی نمی کنم. این وبسایت توی این قسمتش هم کلیمز اند میتس، توی اینجا میتونید برید ببینید چیا رو الایجبل هستید که کلیم کنید، روش کلیک کنید میره تو جایی که میتونید کلیم کنید. بعد اینجا فالوورز های شما اینا رو دارن مینت میکنن و مینت ها برای شما اینا هاست، هر کدوم مربوط به پروژه. من اصلا NFT ها رو از اینجا مینت کردم بهتون پیشنهاد نمیکنم. پیشنهاد میکنم آدمای مطرح رو توی فارکستر فالو کنید و NFT هاشون رو مینت کنید که بدونید این NFT برای چی هست. بهترین استفاده که این وبسایت داره پیدا کردن ارزهای جدیده. همونجور که میتونید ارزی مثل نگت که توضیحش رو کامل توی چنلمون توی گروهمون دادم اینجا، که چطور پوینت بگیرید، چطور تیپ بدید و اینها. این نگت هم اینجا اطلاعاتش هست و ارزهایی مثل این میاد که میتونید از این وبسایت آگاه بشید ازشون و این پامپ های خوب رو از اینا بگیرید. حتما یه سر به این وبسایت بزنید اگه فعال فارکستر هستید. بعضی از این ارزها حتی با جوین شدن و فعال بودن توی کانالشون خیلی وقتا ایردراپ دادن، پس کانالشون رو جوین بدین. و به نظر من فارکستر بهترین راه، نمیشه گفت بهترین راه، راحت ترین راه درآمدزایی این روزای کریپتو برای کسایی که سرمایه آنچنانی ندارن. موفق باشید. خدا نگهدار.